به نام یاد خدا. در قسمت در ستینگ ویندوز 10 قسمت پرسونالایزیشن و بک‌گراند رو با هم دیگه در جلسه قبلی خواندیم. امروز کالرز میخوانیم. کالر رنگ ها هسته که در اینجا ما میتونیم تغییر بدیم رنگ ها رو. از این قسمت اول مود رنگی کل ویندوز رو میتونیم تغییر بدیم. مثلا دارک داریم، لایت داریم و کاستوم. اگر لایت بگیریم تمام مود رنگی کامپیوتر لایت میشه، سفید میشه اینجوری. اگر گزینه دارک بگیریم که خب معلومه دارک میشه تمام تیمپش. گزینه بعدی کاستوم هسته. کاستوم شما در این قسمت نگاه بکنین، انتخاب میکنین که ویندوز مودش چی رنگی باشه، اپلیکیشن مودش چی رنگی باشه، یعنی که در حال ویندوز پنجره های ویندوز چی رنگی باشه، پنجره هایی که اپلیکیشن باز میکنه. مثلا شما به یک اپلیکیشن باز میکنین، حالا اپلیکیشن فرق نمیکنه کدوم اپلیکیشن ها باشه، اینا چه رقم رنگ و چه رقم تیم داشته باشه. خب این از این قسمت. حالا ما همه دار که میگیریم. گزینه بعدی ترانسپرنسی افکت است. ترانسپرنسی افکت یک حالت مانند را برای چی نشان میده؟ برای پشت بک‌گراند. خب ترانسپرنسی افکت چیزیه که مثلا اگر شما بک‌گراند یک تصویر داشته باشین، اگر این گزینه فعال باشه، وقتی که این گزینه رو شما فعال میکنین یک حالت شیشه مانند به اصطلاح، یک حالت مفشوده اینجا پشت همه پنجره هایی که در ویندوز باز بکنین پشت از اونو میایه. مثلا حالا سیاه نگاه کنین، تیره هسته، ولی اگر شما اینو باز بکنید نگاه کنین یک حالت مفشودگی، یک حالت شیشه مانند ایجاد میکنه. اینو میگه ترانسپرنسی افکت که یک حالت مفشودگی ایجاد میکنه. گزینه بعدی اکسنت کالر. کالرهاییه که در پنجره یا در جاهایی که اکتیو هسته اونا رو شما انتخاب کنین. مثلا سعی بکنین رنگ از باتون، رنگ از جایی که پرسونالایزیشن انتخاب کرده هسته، یک گزینه یک رنگ باریک طرف چپ داره، یا گزینه های پایینی که اینجا باز هسته و اونها رو برای شما همون رنگ ها رو بحث میکنه. اینجا مثلا من سرخ میگیرم، نگاه کنین همش سرخ شده، این سرخ شده، اون سرخ شده و همه رو خم بین در داخل چی که بیایم همه سرخ شده. نگاه کنین اینجا رسنت سرخ شده و برنامه یا رنگ هایی که اکتیو هسته یا حتی دوروبر این پنجره نگاه کنین، دوروبر این پنجره سرخ شده، اینا دوروبر این پنجره سرخ شده. میتونین رنگ هایی که اینجا هست از اینا انتخاب بکنین یا کاستوم کالر رو انتخاب بکنین، رنگ مورد علاقه رو انتخاب بکنین و روی دان بزنین. مثلا من روی این آبی کلیک میکنم، آبی رو کم تیره تر میکنم، روی دان میزنم. حالا نگاه کنید رنگش آبی شده. خب گزینه بعدی اینجا که بیاییم کاستوم کالر، بعد اینجا شو اکسنت کالر آن استار اند تسکبار است، یعنی تسکبار که شما استفاده میکنین تسکبار و استار همه رنگ برای خود بگیره یا خیر. الان نگاه کنین رنگی که ما اینجا انتخاب کردیم بذارین یک رنگ دیگه انتخاب بکنم که چشم بیاد. مثلا این رنگ سرخ، رنگ سرخ هم انتخاب کردم، درسته اینجا رنگ ها شده اونجا رنگ شده، ولی در تسک بار و استار هنوز رنگ ندارم، هنوز مشکیه، هنوز دارک تیره. شما این اگر فعال بکنین نگاه کنین رنگ تسک بار شما هم فعال میشه و رنگ استارت هم همه رنگ به خود میگیره. و قسمت اینجا گفته شو اکسنت کالر تایل بار و ویندو بوردر، این ویندو بوردر هم بگیره این رنگ را یا خیر. مثلا شما نگاه کنین رنگ این پنجره رو نگاه کنین سرخ شد. اگر این گزینه رو غیر فعال بکنین دیگه اون رنگ دور و بر از زیر نمیبینین، نگاه کنین رنگش سرخ نیست، دیگه رنگ است.
و related setting هایی که به این مرتبط هسته که contrast themes هسته، اونا رو در قسمت accessibility میخوانیم. گزینه بعدی themes هسته. themes جاییه که شما بک‌گراند انتخاب مونین، ساوند انتخاب مونین، کالر انتخاب مونین و اینا رو هر کدومش جدا جدا انتخاب مونین، یک تمپ برای شما میشه. مثلا فعلا ما از این تمپ استفاده میکنیم، تمپ اولی. میتونین از این تمپ هایی که اینجا هسته کلیک بکنین، یا یک تمپ رو از رفتین دانلود کردید از گوگل کروم یا از سایت ها، اونا رو استفاده کردید، اینا رو اینجا استفاده میکنین و از تمپ در شکل ظاهر. ولی اگر خود شما یک تمپی رو مثلا بک‌گراند خود شما انتخاب کردین که قبلا انتخاب میکردیم، کالر خود شما انتخاب کردین که همین چند ثانیه پیش انتخاب میکرد، صدا رو خود شما، صداهای ورود خروجی رو اینجا انتخاب میکنید که چه صداها باشه. مثلا اینجا یک صدای برای شما مثلا پلی بکنم، حالا یک دیوایس کانکت میشه، فعلا این صدا رو داره، فعلا این صدا رو داره، دیسکانکت این صدا رو داره. ولی اگر شما بخواین اینا رو تغییر بدین، میتونین روی بروز کلیک کنین، صدای مورد علاقه به پسوند ووف باشه میتونین انتخاب بکنین و او رو هم اینجا در آخر موس کرسر رو میتونین در اکسسیبیلیتی میخوانیم، باز موس کرسر رو میتونین رنگش تغییر بدین، اندازه‌ش رو تغییر بدین، بعد رنگایی که اینجا هسته میتونین تغییر بدین. مثلا من کاستوم کالر رو میزنم و رنگ مورد علاقه رو انتخاب میکنم. و اینا الان دوباره که بریم بعدی، اینجا تمام از اونا رو اگر نمیخواید سیف بکنیم، یک نام از اون میخواید مثلا سیف میکنیم و این تمپ رنگی رو داریم داخل، همیشه میتونید استفاده بکنیم، مثل از اینه پایین که اینجا لیست شد. حالا اگر یک از اینا رو انتخاب بکنین هم، مثلا من این انتخاب میکنم، نگاه کنین بک‌گراند تغییر میکنه، تیم رنگی تغییر میکنه، تمام اجزایی که شما تغییرات آوردین اونا تغییر میکنه. و بعد از اینکه related setting هسته که desktop icon setting، البته یک چیزی که اینجا در desktop icon setting ببینیم، اینجا وقت زمان شما چی رو تازه نصب میکنین، ویندوز رو تازه نصب میکنین، به این از این قسمت همو دکمه کامپیوتر که اینجا نشان داده میشه در وقتی که شما تازه نصب میکنین نشان داده نمیشه، شما همو رو میتونین اینجا نشان بدین و اون باشه. قسمت بعدی کانترست تیمز هسته که اینا در اکسسیبیلیتی میخوانیم در جلسات آینده. داینامیک لایت هسته. داینامیک لایت چیزیه که شما اگر فعال باشه، مثل همه موبایل که یک چی داره، یک تنظیمات داره، وقتی شما روشن میگذارین جای تاریکی تاریک هست روشنایی میشه، جایی که روشنایی هسته جای روشنایی هست روشنایی میشه، جایی که تاریک هست تاریک میشه. این گزینه رو داره. میتونن از این استفاده بکنین. کامپیوترها بعضیشون قابلیت داره، بعضیشون قابلیت رو نداره. این گزینه آخرم میگه که بک‌گراند لایت کنترل باشه که وقتی که جای تاریک تر هستین خودش نور خود پایین بکنه، جایی که روشن تر هستین جای نور بالاتر بکنه که میتونین انتخاب بکنین. لاک اسکرین هست، صفحه قفل شما. صفحه قفل اینجا میتونین بک‌گراند قرار بدین، میتونین پیکچر بدین، میتونین که اسلاید شو بدین، چندین تا عکس داخلی یک دانه پوشه قرار بدین، بعد میتونین از اون استفاده بکنین. از این میتونین عکس دیگه رو انتخاب بکنین. خب مثلا من این عکس رو انتخاب میکنم. حالا اگر بریم بک‌گراند چرا نگاه کنیم که تغییر کرده. و گزینه بعدی اینجا گفته لاک اسکرین استاتوس، وضعیت لاک اسکرین چی باشه، ویدر اند مور انتخاب بکنیم یا تنها هوم دیو. یعنی چی؟ یعنی ویدر اند مور که انتخاب بکنین، شما میایین در قسمت لاک اسکرین میبینید که اینجا همه وضعیت آب و هوا یا اینا رو، گرمی رو، اینا رو میتونین ببینید. اما گزینه بالا رو که انتخاب بکنین، این قسمت رو انتخاب بکنین دیگه اونا رو نمیبینید. گزینه بعدی میگه show the lock screen background picture on the silent screen.
یک حالت مفشدگی ایجاد میکنه. نگاه کنین اینجا زمانی که شما قفل میکنین کامپیوتر رو، اما در ساین این اسکرین می نگاه کنین یک حالت مفشدگی پشت همه بک‌گراند یا پشت جایی که شما رمز وارد میکنین هست. اما این اگر خاموش بکنین دوباره بین اینجا چه بکنین، نگاه کنین حالت مشکی است، کلا دارک است. این شد از این گزینه. گزینه بعدی خب چه است دیگه، related settings است، سینگایی که مرتبط به این بخش است. گزینه بعدی تکست اینپوت هست. تکست اینپوت چیزیه که شما مثلا در همون کیبورد مجازی یا کیبورد یا ویست کیبورد یا این ایموجی ها میتونین تمپ برای اینا تهیه بکنین. مثلا من این اگه انتخاب بکنم، حالا اگه پنجره و فول استاپ اگه بزنم همون تمپ برش اضافه میشه. یا مثلا شما میتونین وایس اسکرین رو اگر باز بکنین، وایس اسکرین یا تاچ کیبورد از اینجا بزنین، نگاه کنین تاچ کیبورد به همون تمپ یا تمپایش تغییر میدین به این تمپ، نگاه کنین همه از اینها به همون تمپ باز میشه. و شما میتونین کاستم تمپ خودم انجام بدین و تمپ پذیر تغییر بدین که در بک‌گراند اینا رو خواهید. خب گزینه بعدی تاچ کیبورد هست که تاچ کیبورد شما میتونین سایز تاچ کیبورد اندازه تاچ کیبورد میتونین که تغییر بدین. حالا مثلا اگر قدر گرفتین کلانتر میشه که فول اسکرین میشه، اگر قدر گرفتین نگاه کنین خورد میشه. میتونین شو کیبورد، این کیبورد ها با هم دیگر یک حالت باتون مانند داشته باشه یا نداشته باشه. کی تکست سایز، تکست از اونا چقدر باشه، لارج باشه، میتونین اسمال باشه خیلی خود باشه یا که متوسط باشه. ویو میتونین که اوپن کیبورد، وقتی اگر کیبورد شما باز نباشه میتونین که کیبورد خود باز اینجا باز بکنید. و یه از قسمت اینپوت تکست استار، اینجایی که شما کلید چی رو کلیک بکنین، پنجره رو کلیک بکنین استار شما میایه. اینجا گفته show recently added apps اپلیکیشن هایی که تازه نصب شده اونا رو نشان بده یا ندیه، که اینجا فعال هسته. و اپلیکیشن هایی که مثلا ما تازه نصب کردیم این اپلیکیشن ها هسته که من بدانین که آخرین بار نصب شده. قسمت show reminder file این استار فایل هایی که تازه شما باز کردید در فایل اکسپلور اونا رو نشان میده. مثل از این دوتا اینجا مثلا این فایل ها رو تازه باز کردیم، اینا 8 ساعت پیش، اینا 22 دقیقه پیش ما باز کردیم، اینجا نشان میده. گزینه بعدی show recommendations for tips shortcut new tab and more. بعضی شورتکت ها، بعضی از چیزایی که مثلا مستقیم میتونین داخل بشین اینا رو برای شما نشان بده، که مثلا روی setting کلیک بکنین مستقیم setting، calculator کلیک بکنین مستقیم روی calculator مورین. show most use apps، اپلیکیشن هایی که بیشترین استفاده رو کردین برای شما لیست میشه. در کجا؟ اینجا بیشترین استفاده رو از اینو داریم برای ما نشان میده. گزینه بعدی میگه show mobile device in start، نگاه کنین در این گوشه برای شما نشان بده. اگر اینو خاموش بکنین برای شما نشان نمیده. خب گزینه بعدی اینجا گفته show account related notification، بعضی از نوتیفیکشن هایی که در اکانت شما میایه اونا رو برای شما نشان نمیده. چی نشان میده؟ نگاه کنید الان موبایل دیوایس که ما خاموش کردیم این گوشه نمیایه. خب ما روشن بکنیم. related زمانی که کامپیوتر شما آف هسته یا مثلا در اینترنت وصل نیستین بعضی از نوتیفیکشن ها میایه و اونها رو بر شما نشان دادن نشده ولی خیلی مهم هسته در استارت شما نشان میده اونا. گزینه بعدی هم فولدر هسته. بعضی چیزایی که شما در اینجا نگاه کنین اینجا مثل همه باتون این پایین که هسته اینا شما میتونید کم و زیاد بکنین. مثلا میخواین که سیتینگ هم باشه، میخواین که فایل اکسپلور هم باشه، میخواین که داکیومنت هم باشه، روش کلیک کنین نگاه کنین اینجا اضافه شد. هر کدوم نخواستین میتونید کم بکنین از اونا اینجا کم بشه. و همینقدر دیگه از قسمت استار. و قسمت تسبار، این نوار پایینی که در تسبار اینجا شما میبینین همین رنگ قرمز
که اینجا هسته، این تسکبار هسته که باتونا ریشه آیکونا اضافه شده و شما میتونید قسمت سرچ، این سرچ آیکون که اونجا در کنار همون پنجره هسته برای جستجو کردن فایل در داخل ویندوز استفاده میشه. هاید باشه، اگر هاید گرفتید نگاه کنید گم میشه یا سرچ باکس ما نداره. فقط اون آیکون ضربین باشه یا که یک لول خورد هم داشته باشه با خود، نگاه کنید یک لول خیلی خود داره با خود، یا که تکست باکس کلا بیاین، نگاه کنید یک حالت تکست باکس هم شما میتونید در داخل ازو سرچ بزنیم. خب ما اولی رو میگیریم. در قسمت بعدی تسک ویو برای شما نشان داده شده یا نشه. اینجا یک دونه دکمه هسته، همین تسک ویو هست، این نشان داده شده یا خیر، میتونین انتخاب بکنید. ویجت اگر اینجا فعال بکنین در این گوشه برای شما همون اخبار یا چی رو برای شما نشان میده، نگاه کنین این اخبارها رو برای شما نشان میده. پرسوم که میتونین از این انتخاب بکنین که بعضی از چیزایی که اپلیکیشن ویت ایجاد نوتیفیکیشن، زمانی که بعضی از نوتیفیکیشن ها چه که برای اپلیکیشن های شما نوتیفیکیشن میه اونا در تسکبار شما نشان داده شده، یک حالت فلاشینگ مانند هست. ایموجی، اینجا نگاه کنین ایموجی and more، همه باتون ایموجی برای شما نشان داده شده یا نشده که این پایین است. نگاه کنین اینجا هسته همه ایموجی بار. اینجا گفته always will typing یعنی که همیشه هاید هسته، زمانی که در فضای تایپ رفتیم خودش فعال میشه. مثلا اینجا نگاه کنین الان اینجا ما نمیبینیم، اما اینجا ما یک حالت تایپ رو میارم، نگاه کنین فوراً خودش ظاهر میشه. گزینه بعدی نور هرگز نباشه. اونجا شما میتونید قسمت پن مینو هست، پن مینو باز شه برای شما، البته اگر از پن یا قلم نوری استفاده میکنین. تاچ پد که تاچ پد میتونیم دو رقم داریم، هم کامپیوترها تاچ پد داره و هم تاچ پد های بیرونی استفاده میکنیم. اینو میتونین که always بگیرین و میتونین که never بگیرین یا میتونین که when keyboard attach، زمانی که کیبورد هاردویری وجود نباشه خودش فعال بشه. تاچ پد ببخشید، تاچ پد نبوده، تاچ کیبورد هسته. تاچ کیبورد یعنی اون فضای چی، نگاه کنین اگر always بگیرین همین کیبورد های مجازی هسته، کیبورد های مجازی که زمان شما استفاده میکنین از لمس استفاده میکنین. این گزینه هایی که گفته always همیشه اینجا در کنار از لنگویج بار باشه، یا که زمانی که کیبورد هاردویری نیست این رو میتونین که انتخاب بکنین. خب گزینه بعدی فونت هست. فونتی که هر قدر فونتی که در کامپیوتر شما نصب شما میتونین اینجا ببینین اونا رو، چه از انگلیسی چه از فارسی همش میتونین منیج بکنین. مثلا یک فونت رو اگر نخواستین یا چی نکردین اون فونت رو پیدا بکنین و با کلیک کردن روی از این مورد آن انستال حتی میتونین بکنین این رو از کامپیوتر خود حذف بکنین. یک راهی که ما فونت رو که دوست نداشته باشیم میتونیم چه بکنیم، حذف بکنیم. البته فونت رو زمانی که شما از فونت استفاده میکنین، فونت هایی که دارین اون فونت ها رو میتونین که فونت ها رو رقمی در این شکل نصب بکنین. مثلا فونت های رقمی هستن، حالا تقریبا 1571 تا فونت اینجا هسته. شما اگر خواستین کل که از زیر یک دفعه چه بکنین کنترل A بزنین همهش انتخاب بشه و میتونین همهش راست کلیک بکنین و یک دفعه نصب بکنین. خب نگاه کنین الان چون اینجا زیاد هسته کمی طول میکشن. خب رویش راست کلیک میکنین. در ویندوز 11 اگر مستقیم اینجا در اونو منوی رایت کلیک اگر آورد که آورد، اگر نبرد روی مور آپشن بزنین تا که برای شما بالا بیاره. چون فونت زیاد هسته همه از اینها یک کمی سنگین در کار بکنم. خب فونتی رقم هست رویش راست کلیک میکنین. وقتی که منوی رایت کلیک برای شما باز شد شما میتونین روی انستال آل یوزر بزنین. وقتی روی انستال آل یوزر زدین برای شما انستال میشه. وقتی که خواستین که این رو حذف کنین میتونین از اینجا حذف بکنین یا
همون فونت را که اینجا داشته باشین همون فونت را اگر بگیرین کلیک و درگ بکنین در اینجا بکشین، در اینجا کلیک و درگ بکشین هم نصب میشه، هیچ فرق نمیکنه. یا از اینجا برین همون فونت خود را انتخاب بکنین، هیچ نیاز نباشه که شما چه بکنین، از اونجا راست کلیک بکنین و نصب کنین. مستقیم از اینجا که درک بکنین یا بکشین در این فضا ول بکنین، یا از اینجا برین آدرس فونت رو پیدا بکنین، روی اوپن بزنین، هر دوش یکی هسته و انستال میشه. خیلی ساده و راحت. در آخرم که اینجا فونت دیوایس یوزیج رو داریم. البته در قسمت فونت یک کمی سیستم نمیفهم چرا مشکل پیدا کرد. اینجا نگاه کنین، یک آدرس فونت خود را اینجا روش کلیک مونین، یا یک فونت دیگه ایره مثلا ما از داخل فونت ها اینجا پیدا میکنیم. فرض بکنین در اینجا نگاه کنین، در قسمت فونت زیاد هسته و این پوشه ها هم کلا فونت هسته. هر فونت رو که خواستین اون فونت رو کلیک کنین، چوز فونت بزنین، نگاه کنین فونت دیگه اینجا اضافه میشه و نصب میشه. خیلی راحت و ساده. گزینه بعدی دیوایس یوزیج هسته که از این دیوایس رو به چی عنوانی میخواین استفاده بکنین. به خاطر دیولپمنت استفاده کنین، به خاطر گیمینگ استفاده کنین، به خاطر فامیلی، به خاطر طراحی، یا به خاطر مکتب، یا به خاطر وبگردی یا ویدیو نگاه کردن. اینا یک حالت، یک فضایی را ایجاد میکنه در همو باب یا در همو در همو پلتفرم که شما انتخاب میکنین. او فقط همین قدر هستن. پس قسمت پرسونالیزیشن هم تمام.